سلام به همگی. امیدوارم که حال همتون عالی باشه. به کانال یوتیوب ما و یک جلسه تمرینی خفن شکم و حوازی دیگه خوش اومدین. برای این جلسه هیچ تجهیزات خاصی نیاز نداریم، فقط یه دونه چهارپایه یا صندلی و یه دونه بطری آب با هم دیگه بریم بهتری کنیم. خب این جلسه قراره 6 تا حرکت حوازی رو با یه تمرین شکم ترکیب بکنیم. 3 تا حرکت اول حوازی رو بهتون توضیح میدم، 3 تا بعدی رو تو تایم استراحت بهتون نشون میدم. حرکت اول، حرکت دوم، حرکت زانو بلند و حرکت سوم. الگوهای ساده ترم حین تمرین توی تصویر بهتون نمایش داده میشه. اون یه دونه حرکت شکممون چیه؟ حرکت لو پلنکه. حالا مثل من میتونین برای اینکه هی بلند شدن و رو زمین خوابیدن براتون سخت نباشه، حرکت لو پلنک رو روی یه دونه ارتفاع اجرا کنین که ساده ترم میشه، یا میتونین روی زمین حرکت لو پلنک رو اجرا بکنین. روی زمین سخت‌تره، انتخابش با خودتون. بریم برای شروع یک جلسه تمرینی خفن. تو هر 1 دقیقه قرار 20 ثانیه اول رو با حرکت لو پلنک شروع بکنیم، 30 ثانیه حرکات حوازی که بهتون نشون دادم و فقط 10 ثانیه استراحت. حاضری؟ لو پلنک میزنیم، بلند میشیم. حرکت اول 30 ثانیه سرعتی. ردی؟ 3 2 شروع. شکم کاملا منقبض، نفست حبس نباشه. عالی. دنبالچه داخل، شکم داخل. 10 ثانیه دیگه. سریعا بلند میشی، حرکت مشت زدن. 4 3 2 بلند شو ببینم. شکم کاملا داخل. الگوی ساده ترم تو تصویر بهتون نشون داده میشه. بزن ببینم. 20 ثانیه دیگه. ده ثانیه آخر. 3 2 استراحت. حاضر شو بعد 10 ثانیه دوباره میریم لو پلنک. 4 3 شروع. شکم کاملا منقبض. نفس. هر موقع 20 ثانیه تموم شد سریعا بلند میشی، حرکت زانو بلند. شکم رها نشه. میتونی ها. 4 3 2 بلند شو ببینم. دستا کار کنه. اگه اجرای حرکت برات سخته، با الگوی ساده تر حرکت رو انجام بده. بزن ببینم. عالی. 10 ثانیه. سریع. 4 3 2 10 ثانیه استراحت. هر موقع گفتم میریم برای لو پلنک. 4 3 2 شروع. نفس. بچه ها بعد از این 1 دقیقه استراحت داریم ها. شکم منقبض. میتونی ها. 10 ثانیه. 5 4 3 2 بلند شو ببینم. 1 2 شکم کاملا داخل. دستا کار کنه. 20 ثانیه. بعدش استراحت ها. سریعتر. 5 ثانیه. تمام. عالی. راه برو. نفس. دم عمیق. بازدم. سعی کن ضربان قلبتو بیاری پایین. بریم برای 3 دقیقه بعدی. من حرکات حوازی 3 دقیقه بعدی رو میگم. اولین دقیقه حرکت پروانه. دومیش استپ، جلو عقب. و سومیش دستا رو میذاریم روی ارتفاع، عقب جلو. یه جامپ کوتاه به طرف بالا، دستا رو میکشی به طرف سقف. بهش میگیم هاف برپی ریچ. یه کوچولو آب بخورین.
اگر کسی میخواد شدت تمرین رو بیشتر کنه، به جای اینکه لو پلنک رو روی ارتفاع بزنه، روی زمین انجامش بده. بچه‌ها 30 ثانیه دیگه شروع میکنیم با لو پلنک و بعد سریعا بلند میشیم و حرکت پروانه. 10 ثانیه کم کم حاضر شین. 5 4 3 2 شروع. نفس. شکم منقبض. دستا کاملا عمود به زمین باشه. 10 ثانیه. هر موقع تموم شد سریعا بلند میشی و حرکت پروانه رو اجرا میکنیم. 4 3 2 حالا. نفست حبس نباشه. اگه رود خیلی فشاره، الگوی ساده تر رو انتخاب کن. 10 ثانیه آخر. 4 3 2 استراحت. عالی. میریم لو پلنک، بعدش استپه. ردی؟ شروع بچه ها. نفس. شکم منقبض. دنبالچه داخل. 10 ثانیه دیگه. 5 4 3 2 شروع کن ببینم. جلو جلو، عقب عقب. شکم داخل. دستا کاملا اکتیو. دستا عین یه دست دونده کار میکنه. سریعتر. 10 ثانیه. 5 4 3 2 استراحت. دقیقه آخر. لو پلنک، هاف برپی، جامپ. ردی؟ شروع بچه ها. نفس. عالی. شکم رها نشه. 10 ثانیه مونده. بعد از این دقیقه استراحت ها. 3 2 دستا روی ارتفاع. شروع. عقب جلو. 1. عالی. بیا باریکلا. شل نشه. سریعتر. 10 ثانیه. تمام. باریکلا. نفس. استراحت خوب داری. قشنگ راه برو. با ضربان بالا نشین. راه برو. دم عمیق. بازدم. ضربان تو من پایین. حتما یک کوچولو آب بخور. و تو این مدت به این فکر کن که قرار ست دوم بهتره کنی. حرکات رو بلدی، یادشون گرفتی. میخوام تمرکز کنی توی حرکات هوازی، سرعت اجرای حرکت رو ببری بالاتر که ضربان قلب تو بتونی بیاری بالاتر. کمتر از 1 دقیقه دیگه میریم برای ست دوم. حرکت اول هوازی، حرکت دوم زانو بلند، حرکت سوم. 30 ثانیه دیگه بچه ها. 6 دقیقه دیگه تمرین تموم شده و اون تویی که بهترین حال جهان رو داری تجربه میکنی. حاضر باشین. میریم برای لو پلنک. ده 10 ثانیه دیگه.
حاضر؟ 4 3 2 شروع بچه ها. شکم کاملا منقبض، نفس جریان داره، دستا کاملا عمود به زمین باشه، بدن توی خط صاف. 5 4 3 2 بلند شو ببینم. عالی. سریعتر. ضربان تو تا جایی که میتونی ببر بالا. 10 ثانیه. نفست حبس نباشه. 4 3 2 تمام. استراحت. حاضر برای لو پلنگ. شروع. شکم کاملا منقبض، دنبالچه داخل، بدن توی خط صاف. مدام با خودت تکرار کن که الگوی حرکتیت صحیح باشه. هر موقع گفتم بلند میشی زانو بلند. 4 3 2 حالا شروع. اگه سابقه درد زانو داری با الگوی ساده تر حرکت رو اجرا کن. نفس، دستا کار کنه، پا رو روی زمین نکوبون، کنترل یادت نره. 10 ثانیه آخر. سریعتر. 4 3 2 استراحت. میریم برای لو پلنگ. 3 2 شروع بچه ها. نکات پلنک رو یادآوری کن. ناف و دنبالچه داخل، بدن توی خط صاف، دستا عمود به زمین. نفس. بعد از این دقیقه استراحت خوب داری یا 3 2 حالا بلند شو ببینم. دستا کار کنه، شکم داخل، پشتت گرد نباشه، ستون فقرات صاف. 10 ثانیه. بزن سریعتر. تمام. عالی بچه ها. راه برین. نفس. استراحت داریم. دم عمیق. بازدم. قشنگ ضربان تو بیار پایین. 3 دقیقه. فقط 3 دقیقه مونده. میخوام بهترین عملکرد تو این 3 دقیقه داشته باشی. ضربان تو من پایین آب بخور. اگه میبینی میتونی و دوست داری شدت تمرینت بیشتر شه، لو پلنک تو برو رو زمین. منم برم یه ذره تمرین جذاب‌تر کنیم. دقیقاً 45 ثانیه دیگه شروع میکنیم. حرکت حوازی اولمون پروانه است. حرکت دوم استپ. حرکت سوم هاف ورپی ریچ. دستا رو میکشی به طرف بالا. حاضرشین کم کم. بچه‌ای که روی ارتفاع اجرا میکنین روی ارتفاع، بچه‌ای که با من میخواین روی زمین انجام بدین. ردی. 4 3 2 شروع. ناف و دنبالچه داخل، بدن توی خط صاف. هر موقع گفتم سریع بلند میشین، حرکت پروانه. بدن توی خط صاف کاملا. 5 4 3 2 حالا. عالی.
اگه سابقه درد زانو یا کمر داری با الگوی ساده تر 10 ثانیه بچه ها. 4 3 2 تمام. 10 ثانیه استراحت. برای لو پلنگ حاضر شین. میتونیم ما شروع. بدن منم داره میلرزه ها. نفس میتونی 10 ثانیه دیگه. 5 4 3 2 بلند شو. استپ. شکم داخل. قفسه سینه جلو. قشنگ بدن رو بکش به طرف بالا. دستا مثل یه دونده کار کنه. آخر تمرینته ها. باریکلا. 10 ثانیه سریعتر. 4 3 2 استراحت. بچه ها 1 دقیقه مونده تا آخر کلاس. میخوام صدتون رو تو 1 دقیقه بذارین. ردی؟ لو پلنگ. شروع. شکم منقبض‌تر. تموم که شد. سری بلند میشی. دستا روی صندلی. عقب جلو. جامپ بالا. هاف برپی ریچ. 4 3 2 حالا بلند شو. سری. شکم ها منقبض. 30 ثانیه آخره. هر چی داری بذار. ده ثانیه آخر. سریعتر. تمام و تمام. خدا قوت به همگی. دمتون گرم. یادت نره حتما بلافاصله بعد تمرین الانت سرد کردن رو انجام بده. امیدوارم بعد سرد کردن حال همتون عالی باشه. فراموشم نکن کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کن. پست نوتیفیکیشن هم روشن کن که ویدیوها و جلسات تمرینی بعدی جا نمونی. به امید دیدار مجدد.